جنجال و دعوا بازم شروع شد. دعوای جنجالی نگار و طناز عشق ابدی تو استوری ها. آیدا سکوتش رو شکست و افشاگری کرد از یاسمن و یاشار و کیمیا. ربلز اینجاست، چون قرار واقعیت رو بدون فیلتر بشنوی. سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به کانال هواشینما خوش اومدید. لطفاً جهت حمایت از ما لایک و ساب فراموش نشه. و اگه میخوای از جدیدترین اخبار هواشی مطلع بشی حتما زنگوله رو بزن. طناز مثل اینکه دیده ویوهاش بعد از تمام شدن برنامه اومده پایین و باز هم رگباری داره استوری میذاره و به نگار تیکه میندازه. بریم که با هم ببینیم. من دادم آنالیز و به یه مشکل برخورد. من اینجا بودم که نه همین چیزی وجود نداره. یه آدمی که خیلی هزینه میکنه واسه نابودی من و زندگی من، اون خیلی مشخصه کیه، اومده یه رباتی انداخته رو پیج من که هر کسی که منو فالو میکنه بعد از چند روز آنفالو میشه. اینو من گفتم چرت و پرت، امتحان کردم با چند تا پیجم که بله. و یه سریام که حتی منو فالو دارن خیلی یوهویی آنفالو میشن. یعنی طرف منو فالو داره، دایرکت دارم کلی. آقا ما فالو داریم، خودت چرا ما رو پرت می‌کنی بیرون؟ خلاصه هیچ چیزی آنالیز کردیم و درباره اینکه ربات انداختم یه پیجم، اینجوری که هر کی منو فالو داره به مرور آنفالو میشه، من آنفالو میشم از پیجش و هر کی منو فالو میکنه بعد از 2-3 روز آنفالو میشه. اینه که جدید منو فالو میکنه. خواستم از همینجا بگم که این هزینه‌ها رو اگه واسه زندگی خودت می‌کردی حسرت خونه منو نمی‌خوردی و دمت گرم که خیلی داری تلاش می‌کنی که نمیدونم چی رو حفظ کنی، چیزی نمونده. ولی خلاصه خواستم که به فالوورای عزیزم بگم که این داستان پیش اومده واسه پیجم. حالا داریم بررسی می‌کنیم که ببینیم چیکار می‌تونیم بکنیم و رفعش کنیم. من تازه دارم میفهمم این چیزا وجود داره. واقعا دمتون گرم که انقدر اطلاعاتتون بالا. روتین زندگی موهام که می‌بینید اینجوریه، برگم یعنی از زیر دوش اومدم. مامان هنوز خوش نکردم. اون انرژی رو گذاشتم واسه طراحی کردن و دارم نشستم فشن شوها رو نگاه می‌کنم، خیلی وقت نگاه نکردم. ما وقتمون رو اینجوری صرف می‌کنیم. هزینه واسه خرید مداد رنگی و وسایل طراحی می‌کنیم. حالا آره. من همیشه احترام بزرگترم میذارم. به احترام اینکه حالا سنشون بالاتره، سن سالی ازشون گذشته، من صحبتی ندارم. ولی من فقط اومدم که یه استوری گذاشتم که رباتی انداختن، حالا هزینه میکنن دمشون گرم، به جای هزینه کردن برای زندگیشون بسازن که من گفتم من که نکردم، من گفتم تو کردی. خودش جواب سوالمون رو گرفتیم و مخاطب متوجه شدن که چه کسی این کارو کرده، چه کسی میره همه جا، رستوران‌ها، کافه‌ها، برنامه‌گذارایی که خب دوستای ما ان پیغام میدن که ما براتون تبلیغ بذاریم، ما این کارو بکنیم، بعد میرن رستوران مثلا یه استوری میذارن و یهو هم موقع 3000 تا فالوور فیک اضافه میشه به پیج طرف. با ربات‌ها کلا میونه خوبی دارید که همشون به من تکست دادن و اسکرین شات تمام فالوور فیکا که رو پیجشون زدم. سعی می‌کنم به جای اینکه این برام برم التماس کنم که بهم تبلیغ بدن که یوزا نشم بگم وای تبلیغ ندارم، ترجیح میدم تبلیغ نذارم. به جای اینکه برم اینور و اونور برای مهمونی‌ها و برنامه‌ها بگم بدین تبلیغ بذارم تا منو راه بدین که همه جا بگم دورم شلوغه، التماس نکنم. یا مثلا به خاطر اینکه با بچه‌های سیزن 2 بخوام بگم که وای من انقدر خوبم که همه دورمن، نرم چاپلوسیشون رو بکنم که باهاشون یه استوری و یه پست بذارم، بعد یه سریاشون شما رو بپیچونن و نیام پیشتون چون میدونن که قرار ازش سوء استفاده کنن. منم ترجیح میدم که واسه یه خونه و زندگیم تلاش کنم. اگه قرار بود هم کاری بکنم واسه زندگی خودم کنم، نه واسه پیچوندن و گول زدن بقیه. من واسه خونم تلاش میکنم. واسه اینو بهت میگم که این فضولیه تکمیل بشه. خب چون که خیلی در مورد این موضوع صحبت شد، مخصوصا سمت ایشون، گفتم اینو بگم که انقدر کنجکاویش یه ذره کم بشه یا شاید تموم بشه. تموم که نمیشه، ولی عزیزم من اینجا ماهیانه 70000 لیر اجاره است. اوکی حساب کن، حساب کتابت خوبه. یک سالشو پیش دادم، یعنی 12 ماه 70000 تا حساب کن ببین چقدر میشه. پیش دادم یعنی ماه به ماه نگران اجاره خونم نیستم. تازه هر ماه با آب و برق و اینا بخوام حساب کنم 10000 لیرم عادیدات و آب و برق و اینا، کلا ماهی 80000 تا که یه سال دادم. اوکی میتونی جی کلاس بخری، اما بستی من خونه میگیرم، میتونم ماه به ماه بدم. یک سال پیش میگم اصلا نمیتونیم من و تو با هم بحث کنیم. کاملا واضح از صحبت‌هاش که منظورش نگاره و نگار هم در پاسخ به طناز واکنش نشون میده و میگه که سلام بچه‌ها، سلام مجدد. خواستم راجع به یه چیزی باهاتون صحبت کنم. یه دقیقه قطع می‌کنید تمرکزم خراب میشه لطفاً، چون یه چیز خیلی مهم راجع به یه چیز خیلی مهم صحبت کنم. بچه‌ها من همیشه لقمه به اندازه دهنم برمی‌دارم. مثلا لقمه به اندازه دهنم میشه چی؟ مثلا نمیتونم برم یه جی کلاس بردارم، میتونم برم بردارم، ولی باید خیلی خودم رو بخوام اذیت بکنم تا قسطاشو پرداخت کنم. میشه قضیه یک سریا که اسکرین شات دارم، مثلا دارن توی سیت میشینن و طرف توی کلاس فرندشون استوری گذاشتن همخونه می‌خوایم برای اطلاعات بیشتر توی دایرکت مراجعه کنید. من هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنم. حاضرم توی یک خونه ویلای کوچولو توی همون منطقه که میتونی زندگی کنم، ولی همخونه نگیرم، ولی تنها زندگی کنم، ولی حداقل بدونم ماه به ماه میتونم کرایه‌مو بدم. نیاز به همخونه ندارم، نیاز ندارم برم گریه کنم اینور اونور بگم پول ندارم، نیاز ندارم برم گریه کنم اینور اونور بگم پول نمیتونم بدم، کرایه نمیتونم بدم. من حسرت چی رو بخورم آخه؟ فسقل جوجه. آخه نه سنت هم سن منی، نه هم قد منی، نه هم تراز منی، هیچ جوره هم دیگه نمیخوریم. بعدم این که وقتی به مدت یک ساله از یک نمیری بالا نمیای پایین، حداقل میذاری افت کنی که انقدر نخوای یک تابلو بدی ربات. مردم آگاهن بیبی مردم آگاهن. آیدا هم بالاخره بعد مدت‌ها سکوتش رو شکست و درباره صحبت‌های خیلی جنجالی یاسمن واکنش نشون داد که در ادامه با هم می‌بینیم. و اضافه کنم که میتونید صحبت‌های یاسمن رو راجع به تعرضی که بهش شده رو تو برنامه
تو ویدیو قبلی بشنوید. من نمیخواستم صحبت کنم، نمیخواستم واکنش نشون بدم، ولی به خاطر خیلی از شما دوستان عزیز که گفتید لطفاً سکوتتو بشکن، چش صحبت می‌کنم راجع به سری از موضوعات. اولین نفر خانم یاسمن، شما تو یک ماه و نیم گذشته خیلی پرداختید به من و من چیزی نگفتم، ولی خب احساس می‌کنم که یه سری موضوعات رو اینجا بگم. شما پیروز توی استوریاتون گفتید که بین آیدا و سجاد هیچ مکالمه‌ای صورت نگرفته و من نمیدونم چطوری سجاد عاشق آیدا میشه. و دوباره دیروز توی استوریاتون میگید که آیدا و یاشار زمانی که با هم دیگه تو رابطه بودن، آیدا و سجاد با هم دیگه تیک و تاک می‌زدن. اصلا چیزی که تو شخصیت من نیست، چیزی که من کل زندگیم انجام ندادم. این از این. و اینکه تا 2 روز قبل از اینکه رابطه من و یاشار توی ویلا کات بشه، ما داشتیم راجع به این صحبت می‌کردیم با دختری که مقدارشم توی ضبط هستش، راجع به این صحبت می‌کردیم که چطوری پسرای ویلا جذب بشن. از جمله ساکت ویلا شناخته شدم، ولی با این سکوتم اگر کسی تو ویلا به ناحق به من دستش می‌خورد، اون ویلا رو سرش خراب می‌کردم. اون برنامه رو سرش خراب می‌کردم. اوکی؟ و با شرف حزمی کردم خودمو، حزمی شدم، میومدم بیرون به زندگی ادامه میدادم و حاضر نبودم تا آخر برنامه، حالا یا تا اون تایمی که هستی شما با اون آدم زیر یه سقف باشم. ولی شما اومدی بارها جلو دوربین گفتی اوکی تمام شد، این بحث تمام شد، رفت معذرت خواهی شد ازت و خب چرا الان این کارهایی که داری می‌کنی چرا تو ویلا نکردی؟ ببین با این رفتارا داره اتفاقی میفته به اون خانم‌هایی که واقعا تعرض میشه، واقعا اتفاقی میفته واسهشون، توجه ما از اونا میره. میدونی یعنی چی؟ اعتماد ما نسبت به همه داره از بین میره. قسمت‌های ویلا دوربین هست و حتی ما دستشویی هم که میرفتیم با میکروفون میرفتیم، بنابراین هیچ کار تو اونجا پنهون نمیمونه. هیچ کار اونجا پنهون نمیمونه. انقدر امنیت بالاست که ذره‌ای من دختر حساس اونجا احساس ناامنی نکردم. ذره‌ای احساس ناامنی نکردم. موقعی خواب نگهبان داشت. از صبح که ما بیدار می‌شدیم 500 نفر کنار ما وای می‌ایستادن. آیدا بود این کارو کن، آیدا بود اون کارو کن، این کارو کن، اون کارو کن. چطوری این اتفاق افتاده و هیچ کدوم از ما خبر نداریم؟ و میاد یک ماه بعد از پخش برنامه دقیقاً اون تایمی که من و سجاد کاپل میشیم شما این حرفا رو میزنید. چطوری؟ من از هیچ کس طرفداری نمی‌کنم. از هیچ کس. چه اون آقا یا آقای غریبه باشه توی ویلا، چه اون آقا بخواد پارتنر من باشه، من از هیچ کس طرفداری نمی‌کنم، فقط با دروغ مخالفم. شما برگشت گفتی سجاد دل پاکی داره، چطور میتونه یه آدمی که دلش پاکه به کسی تعرض کنه؟ حرفای خود شماست، به خود من حرفی از خودم نمیزنم. حرفای خود توی عزیزم. تو چیزهایی که تو این مدت توی لایوها توی استوریا گفتی همون گذاشتیم کنار هم، جور در نمیاد، واقعا جور در نمیاد. من از هیچ کس طرفداری نمی‌کنم. به غیر از یاسمن راجع به یاشار و کیمیا هم افشاگری میکنه و میگه در مورد آقای یاشار کی فیک بود؟ من فکر نکنم. 5 روز فیک با من تو رابطه بودی. 5 روز فیک بغض کردی یاشار. آفرین، برو بازیگری ثبت نام کن حتما. 5 روز فیک به من گفتی 1000 نفر بعد از تو وارد این ویلا بشن، من چشام هیچ کس نمیگیره جز تو. کی فیک بود، تو یا من؟ 5 روز فیک با من ویدیو کاپلی گرفتی. پخش نکردم چون نمیخواستم کنار دیدشم، به اندازه کافی دیده شده بودم متاسفانه تو ویلا، ولی امروز اون ویدیوها رو میذارم که صمیمیت بین من و تو رو مردم هم ببینن که نگن این دو تا رابطه‌شون خوب نبود. اوکی؟ چی شد اون لحظه که اون خانم از پله ها اومد پایین تو گفتی تا وقتی که رابطه من خوبه چرا باید برم با کسی دیگه ای؟ بعد 2 روز بعد میخوام کات کنم اون نوتلای من پیتزا. بعد از برنامه ریموو و آنفالو کردم به یک دلیل، چون تو نه دوست من خواهی موند نه پارتنر من خواهی موند و تمام شده رفته. خب چه دلیلی داره ما هم دیگه رو فالو داشته باشیم یاشار؟ و من کیم کارداشیانم که بخوام با آنفالو کردن یکی هیت بفرستم سمتش؟ اینقدر منو گنده و بزرگ دیدی تو فضای مجازی؟ عجیبه. و من به شما گفتم تا اینجای کار بوده، تمام شده رفته، با احترام ریمووت میکنم. شما بودی که اومدی توی چنل تلگرام من با همه صحبت کردن، آیدا تاج سر منه، من آیدا رو دوست دارم، آیدا خانم خیلی. و آخرین صحبتم راجع به کیمیا، من با یادم مشکلی نداشتم و واقعا نمیدونم چرا انقدر یه سری چیزها علیه من صحبت میکنه. ببین من تو رو ریموو و آنفالو کردم به یک دلیل و دلایل دیگر که دلایل دیگرشو نمیخوام بیان کنم و نمیخوام راجعش صحبت کنم، ولی اون دلیلی که میتونم راجعش صحبت کنم این بود. اون لحظه که جاوید اومد با من تو صحبت کرد، من فکر می‌کردم برای اولین باری که این موضوع داره مطرح میشه و نمیدونستم که 1 ساعت قبل شما و آقای پارتنرتون با هم صحبت کردید و غیر از بازی دارید. قربونت برم تاج سری و مرسی از تو. من هر جوری که خودت سلام میدونی اوکی، کلی بعد احترام قائلم، ان شاء الله موفق باشی. خب رفقا به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما نظرتون رو کامنت کنید. تا ویدیو بعدی بدرود و خدا نگهدارتون.